تاک شدی بر خاندان هر نفری که منتظر نشر 19 تا ایستگاه بود. امیدوارم حالاتون خوب است و زندگی خوب و خوش دارید. ایستگاه ما این نوبت یک کم فرق کننده است، آنلاینی است که این تجربه رو مالکی داشتیم و امیدوارم که برای شما صحبت ما حتما بسیار می آید، چون مهمان ما آدینه محمد آدینه است، نفری که در صفحه یوتیوبی در با کانال پندنامه خیلی معمول و مشهور است. رفتیم ادامه صحبت ببینیم. تشکر اکای آدینه که به صحبت راضی شدید. درود به شما از تاجیکستان، از وطن. درود دلشاد جان عزیز، سلامت باشید. برای دعوتتون ما بسیار منتظر هستیم. چی حال هوا دارین؟ باد و هوا اونجا چی است؟ برکه زمستان آمد یا نه؟ بله خدا رو شکر خوب هستیم. اینجا زمستان اومد، در ما الکه برف است، یعنی که دقیق در برای که فهم شود در شهر مسکو هوا هم اونقدر خنک نیست، خوب است. با خنکی ها چی خیلین؟ عادت کردیم. قبلا برای ما یک چیزی اونقدر معمولی نبود، اما عادت کردیم. قسمت اول برنامه نام دارد چراها، یعنی چند سوالی هست که همش چرا است، یعنی باید کوتاه جواب بدهیم. خب قبول. چرا آدم ها همیشه به تربیت نیاز دارند؟ چون ما آدم ها یک موجود هستیم که جمعیتی هستیم، در جمعیت زندگی میکنیم. برای اینکه در جمعیت ما زندگی کنیم نیاز داریم با بعضی چیزهایی که مثلا حق یکدیگر رو تجاوز نکنیم، به چارچوبه یکدیگر وارد نشویم. برای همین این چیزها رو اداره میکند تربیت. اگر انسان تربیت یافته باشد آنگاه میتواند که حق دیگران رو همچون حق خودش پندارد و به آنها تجاوز نکند. چرا باید مثنوی معنوی را خواند؟ چون مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی، باید هر یک تاجیک و تاجیک زبان باید مثنوی را خواند. به این اندیشه من. چرا باید خواند؟ به چه دلیل؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انسان باید رشد کند، تکامل یابد. گمان میکنم بهترین کتابی که برای رشد انسان کمک میکند این مثنوی است. چی چیز در آدم ها شما را نگران میکند و چرا؟ وقتهای آخر راستی اخلاق بد. چون به قول اگر خودی حضرت مولانا گویم به ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. انسانی بی ادب فقط بدیش به خودش نمیرسد بلکه به تمام عالم میرسد. به این خاطر این مرا بسیار نگران میکند. چرا تا با امروز اثرهای ما تا به نوبل نرسیدند یا نوبل ندارند؟ بله، شاید اگر نوبل قبلا می بود، شاید نه قطعا، حتما عالمانی که ما تا مثلا عصر 15 یا که به 16 17 داشتیم همه رو بزرگان ما می گرفتن. اما متاسفانه امروز ما در یک مرحله قرار داریم که کمی از این چیز دورتریم. امیدواریم اما ما باز میگردیم به اینجا. ولی سببش نگفتید که چرا چنین است؟ از بیسوادی. بزرگترین تلفات پتانسیلی انسان چیست و چرا؟ سعدی میگویند رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر تا چه حد است مقام آدمیت. انسان بسیار مقامی بلند دارد. اگر خواهد میتواند به یک جای رسد که حتی میگن که بنگر تا چه حد است مقام آدمیت. اما متاسفانه ما این رو به اینوبت نمیگیریم و اون پتانسیلی که در وجود ما هست استفاده نمی کنیم که به اون مقام های به حد بلندی که انسان باید برسد رسد. بزرگترین چرا ما مرده ها را بیشتر از زنده ها احترام میکنیم؟ ما واقعا انسان ها شاید در تمام دنیا اینطور باشد یا که، اما ما هر جا که دیدیم زنده کشی مرده پرور میگویم، یعنی که تا وقتی که انسان نمیرد ما قدر او رو نمیدونیم. فکر نمی در همه انسان ها باشد قدر، چون میگن که مرگ مادر میکند فرزند را مادر شناس.
یعنی که تا انسان یک نعمت را از دست ندهد به قدر او نمیرسد. حالا اگر ما یک انسان بسیار در میان ما بد هم باشد، ببینید اگر فردا که از میان رفت همه ما از او به نیکی یاد میکنیم، اما چرا در زنده بودن این کارو نمیکنیم؟ یک خصلت عجیبی انسانی است، واقعا معماست. چرا میان مردم ما تعریف زدگی بسیار شده است؟ یعنی همه وقت میخواد که فقط تعریف بشنود، نمیخواد کوچکترین یک نقص که خودش دارد حتی میداند ولی این چیز قبول ندارد از طرف دیگر برایش بگویند که اصلاح شود. بله، میدونه دلشو جان، این واقعا یک آفت است. چون اگر انسان نتواند اون کمبودی خودش رو وقتی دیگران میگویند قبول کند، او هیچگاه نمیتواند رشد کند، پیش رود. چون ما نمیتوانیم خودمون اکثرا اشتباهات خودمون رو بینیم، اما باید ما کسی باشیم که توانیم قبول کنیم وقتی دیگران از ما انتقاد میکنن انتقاد پذیر باشیم. متاسفانه این یک بیماری است که تنها ما تعریف رو دوست می‌داریم. آن انسان میتواند به درجه کمال رسد که انتقاد پذیر باشد. متاسفانه این کمتر شده است در ما. چرا این بیماری تا اوج رو میزند و ولی ما ثوابش نمیدونیم و یا حتی دوایش در چی باشد به فکر شما؟ همین بیماری که گفتید؟ بله. یک پرچه شعری خوب است، میگوید که آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند. اگر اون کسی که نمیداند یا که نمیداند که همین بیماری رو دارد، اگر او همین بیخبر باشد از اینکه این بیمار است، او همیشه در این بیماری میماند، چون که او نمیداند. ندانستن این بیماری هم از این میشود که او سواد ندارد، شاید فهمیشش را ندارد. اما که آن کس که نداند و بداند که نداند، اما گروه دیگر او میداند که این بیمار است، لنگان خرکی خش به مقصد برساند. اون یک کار کرده است که خودش رو میرساند. اما یک گروه دیگر آن کس که نداند، آن کس که بداند و بداند که بداند، مصری بعدش یادم نامد، اما این گروه خیلی خوب میشود. ما متاسفانه اکثرا در گروه اولیم، بیمار هستیم، گرفتار همین بیماریه که میخواهیم تعریف میکنم، اما نمیدانیم که بیمار هستیم. به این خاطر در این جهل در این بیماری ماندیم. بله، نمیتوانیم قبول کنیم. باید ما این رو قبول کرده توانیم، اگر دانیم آنگاه شاید در پی درمان شویم. چرا خوشبختی را لحظه نه ولی عذاب را همیشگی می حسابند؟ این دلشاد جان، این بستگی دارد به نگاه ما. اگر انسان به یک مرحله رسد که همه چی را قبول کند، او خوشبختی را همیشگی میسپارد، میپندارد، دیگر در زندگی عذاب نمیبیند. این واقعا شدنی است. چون چطور گفتیم این بستگی دارد به نگاه ما. حالا یک مثالتون میارم. از یک عارف پرسیدن، گفتن که زندگی چه حال داری؟ زندگی چطور میگذرد؟ او میدونه چی گفت؟ او گفت که اون کسی که تمام کائنات به کام او میچرخند، احوال او چطور است؟ معلوم است که عالی. یعنی که هر چیزی که در زندگی میشود او گفت به میل من است، من او رو قبول دارم. خوشبختی، حالا شاید در سوالهای بعدیتون اگر لیمیت رو شما کمتر بردارید ما بیشتر روی این صحبت کنیم. البته ما لیمیت ویران کردیم. خوب، ببخشید من نمیتونم کم صحبت کنم. خوب است نگاه مشکل نیست. جواب دیم به این سوال چیکار کنم؟ بله من منتظر جواب شما. چون ببینید ما گفتیم هر چیز بستگی دارد به نگاه ما. حالا اگر حضرت مولانا در فیه ما فیه یک بسیار جمله عجیبی دارن، میگویند که تمامی بدبختی ها سختی ها از آن خیزد که تو چیزی خواهی و آن میسر نشود. یعنی که خوشبختی و بدبختی ما بستگی دارد از این توقعات ما. ما وقتی که اگر از زندگی از دیگران توقعات زیاد داشته باشیم، انتظارات زیاد داشته باشیم، وقتی که آنها برآورده نشوند ما الکی میرنجیم. وقتی که رنجیدیم درد پیدا میشود. وقتی که درد پیدا شد ما خود رو بدبخت حس میکنیم. عکس این، وقتی که ما از دیگران توقع نداشته باشیم، انتظارات نداشته باشیم، نه از دیگران نه از دنیا،
اون وقت ما نمیرنجیم، درد پیدا نمیشود و ما خوشبختی رو حس میکنیم. در نتیجه تمام کائنات چطوری که گفتیم با موافق میل ما میچرخد. وقتی که موافق میل ما چرخید، این شادی ما بسیار دراز مدت میشود. اون کسانی که میگن که همیشه ما درد داریم، غم داریم، باور کنید این از نگاه ماست. خوشبختی و بدبختی اینها یک چیزهایی هستند که همه در داخل ذهن ما هستند. ما دنیا رو جای دیگه هستیم، مولانا میگن که پیش چشمت چون زدی شیشه کبود، جمله عالم چون کبودت می نمود. به این معنی است، یعنی که اگر تو یک عینک کبود گذاری تمام دنیا رو کبود میبینی. اگر عینک سیاه گذاری، سیاه، سفید باشد سفید. یعنی که این بستگی دارد که ما چطور میخواهیم دنیا رو نگاه کنیم. اون وقت اگر عینک خوشبختی، خوشبینی باشد، قطعا باور کنید تنها ما خوشی میبینیم. اگر نه عینک بدبختی گذاریم، فقط بدبینی باشد، زندگی ما حتی خوبی ها رو ما بد میبینیم. قبول است. آخرین سوال در این بخش، کیها و چرا صحبت ما را باید تا آخر ببینند؟ فکر کنم اون کسانی که اگر این حرف رو گم شاید گویند که شما دعوای بلند کرده، خب اون کسی که دوست می‌دارد چیزی از بزرگان شنوه. ما بزرگ نیستیم، یعنی که ما حرف بزرگان رو میگیم، یعنی از بزرگان گذشتهمان اگر میخوان چیزی بشنون، شاید این صحبت ما برایشون مفید باشد. خب صحبتی که bez لیمیت است به قوله خب اینش خوب است. بله، صحبت آغاز میکنیم با اون دلیل که چقدر گفتم دیگر لیمیت ندارد و برای من نامتون عجیب است. آدینه محمد، تقریبا دو نام با هم یک جا شدند، یک نام شدند. میگید که کی گذاشته است و تاریخش چگونه است؟ ببینید دلشاد جان، من در ما بسیار رسم است، در ما تاجیکان نام پدر را گذاشتن. من نام پدری پدرم هستم، یعنی که در خانه همه مرا بابا میگویند یا که بابا جان، و خدا رحمتی پدرم مرا دادا گفته صدا میکردن، چون که من نام پدرشان بودم. خب آدینه محمد، آدینه کلمه معنی جمعه این کلمه عربی است. اگر ما او رو به فارسی تاجیکی برگردون کنیم معنی آدینه میدهد. خب این نام پدر بزرگم بوده است که روی من گذاشتن و پدر بزرگی پدر، یعنی که اگر مثل که ما در تاریخ میخونیم که پیوتر 1 2 3، اگر این تفگیری من شاید آدینه محمدی 3 یا 4 هستم، چون چندین بابای من این نام رو داشتن. این رو پدرم برای من گذاشتن و خوشبختم هستم راستی از این نام، چون حالا در اولاد در همون خیش تبارهایمون یک گروه خیش تبار مرا تقا گفته صدا میکنن، یک گروه بابا، یک گروه عمک. از پشت نامتان؟ از پشت نامم، بله. برای من بسیار پسند است. حالا با فرزندای خودتون چی نام گذاشتید یا کی گذاشت نام؟ نام دختر یک فرزند دارم، دخترچم، نامش رو خودم گذاشته بودم، فرشته هست. بله، فرشته. بهترین. تولد شده در ناحیه مسچو. حالا که نام ناحیه‌تان رو گرفتم، پیش نظرتون اولتر از همه چی آمد؟ بازار صابر یک مصری عجیب دارد، میگد که میکشد خاکش خس و خاشاکش. وطن، باور کنید اگر انسان هر جای دنیا باشد هیچگاه نمیتواند از یاد وطن دور شدن. این را شاید اون وقت درک میکنید که کمی اگر از وطن دور میشوید. حالا که این صحبتی من در شهر مسکو قرار دارم، با گفتن نام ما دیگر در کل وقتی که مسچو باشد تاجیکستان هم این وطن ما هست. واقعا همون کوچه ها، همون دوران بچگی، زادگاه، خانه پدری، همش پیش چشمم گذشت یک بار. همین در این 9 ماهی که پیش بود چه خیلی بود لحظه ترک کردنی که وطن ترک کردید و رفتید؟ باور کنید هر بار که من میروم وطن، وقتی دوباره باز میگردم، از همون روزی که چیپته میگیرم تا به آمدن یک سیاهی همیشه در دل هست، به خصوص وقتی که وارد هواپیما میشوی و آخرین قدم‌هایت رو روی خاک وطن میگذاری. یک
احساسه که شاید چون انسان هیچگاه نمیتواند گوید که مثلا فردا هستیم نیستیم، یک احساس سنگین از خاکی بهتر کمی دور شدن، همیشه این بغض گلوی آدم رو میگیرد. اکثریت با دلیل کار و پول نغز مهاجرت میروند. چرا ما اکثریت در کشور خود به همه چیز نمیرسیم؟ این شاید این مشکلی باشد که جامعه شناسان بیشتر به اون نظر دهند، اما من هم قبلا هیچگاه فکر نمیکردم که حتی اصلا که یک روز من هم به مهاجرت میروم. خوب نصیب زندگی این هم یک بخشی زندگی ماست، باید قبول کرد. اما راضی هستم، خدا رو هزار شکر از اومدن ما هم که خداوند اینقدر دوستان اینقدر انسان ها با ما روبرو کرد. بسیار خوشحالم. چی شد که راه سوی مهاجرت گرفته؟ زندگی دلشاد جان زندگی است. بله شاید در اونجا هم کار خوب بود در وطن، اما خواستیم یک بار نان مهاجرت رو هم چشیم. اونجا چی کار میکنید شما؟ به این خاطر با تجارت مشغول هستم، اما از اومدگی خدا رو چون که گفتم راضی هستم. شاید اینجا بعضی امکانیت های حتی برای بیشتر مطالعه کردن اینجا اینقدر، یعنی این امکانیت ها به ما دست داد که شاید کمتر این فرصت ها قبلا برای من بود. یعنی فرصتی داریم خدا رو شکر، در وقت خالگی مطالعه میکنیم. اگر به کانتنتی ما آشنا باشید خوب نوارها برای بینندگان ثبت میکنیم. خدا رو هزار شکر. با عائله یا تنها؟ قبلا آورده بودمشون اما فعلا اونها در وطن هستن. وقتی که دخترچم کنیکول یعنی وقتی بخش استراحتی میشود مکتب نیستن میورمشون. در وقتی درس میخوام اونجا خونه درس رو. نخواستید که برید و اونجا خونن؟ اکثریت حالی بحثی زبانی روسی دانستن و زبان دانستن نسل ما میشود. از اون که شما در اونجا کار و فعالیت میکنید شاید که یک امکانیات خوبی هم باشد برای فرزندتان، ولی برای چی میخواید که در تاجیکستان تحصیل دیده باشد در اونجا نه؟ روسی بود. من قبلا همراه من اینجا زندگی میکردن، اما که تقریبا 10 ماه به باغچه بچگانه داده بودم رو. در همون جا من به خلاصه آمدم که نه باید در وطن تحصیل کند. وقتی که صنف یکم شد حتما اون رو تاجیکستان فرستادم. نخواستم در برابر تنها یک زبان آموزی اون هویت ملی، اون بعضی چیزهایی که به فرهنگی ما خواستن نخواستم اونها رو از دست دهد. به این خاطر زبان آموزی مشکل نیست، در همون وطن هم میتواند زبان آموزد. من این را شاید این برای بعضی ها نمیدونم، شاید گویند که این نگاه من برای اونها مقبول نباشد، اما هر کسی نظر خودش را دارد. من چون وقتی که در خیابان ها به خصوص میگردم میبینم جوان های اینجا مثلا صنف 7 و 8 الکی در دست آنها سیگار هست یا مشروبات کیوه هست یا که یک رفتارهای میکنن که خیلی از به فرهنگی ما خوب دور است، نزدیکی ندارد. میدونید شما دلشاد جان که برای وقتی که ما اگر خواهیم فرزند رو تربیت کنیم تنها محیط خانه کافی نیست، محیط اطراف روی آن تاثیر میگذارد، بعد مکتب تاثیر میگذارد، البته والدین، همه اینها در یک جایگی میتوانند روی فرزند، روی یک انسان برای به تکامل رسیدنش نقش بازد. وقتی این چیزها رو دیدم راستی نتوانستم قبول کنم که فرزندی من اینجا تربیت گیرد. 1000 بار اولاتر و بهتر گفتم در وطن باشد. برگردیم به تاجیکستان. دانشگاه خوجند بخش فیلولوژی تحصیل کردید. از مسجد به خوجند آمدنتون در زندگی شما چه تغییرات وارد شد؟ این بخش فیلولوژی دومین اختصاصی من است. راستی من سال 2005 بعد از ختم مکتب لیسه رقم 1 که در همون مسجد خوانده بودیم، من خیلی آرزو داشتم طبیب شوم.
ба донишгоҳи тиббии тоҷикистон душанбе дохил шавам, аммо ҳамон солҳо хуб баъзе мушкилоте ки буд қисмат нашуд ва ман як нафаре ки нав мехоҳад қадамҳои аввалини худро дар интихоби касбу иншоъ гузорад, сарсон будам, намедонистам чӣ кор кунам. ҳамин тавр таваккалӣ омадем ба филиали хуҷандии донишгоҳи технологияи тоҷикистон. хефетуд он даврҳо бисёр машҳур буд. хуб ихтисоси системаҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёт ё ки ҳамон экономист программист интихоб кардам ва таҳсили худро он ҷо давом додам. ростӣ ман дар муддати таҳсил хуб хонда будем, аммо як чиро фаҳмидам ки ман барои ин кор нестам. чун ман дар ҳамон хурдӣ дар дили ман амин завқи сухану суханвариву ин чиҳоро марҳуми падар бедор карда буданд. бале ман худро дар тиб, дар духтурӣ медидам, аммо ин ҷанба ҳам буд. ба ин хотир ман ин донишгоҳ аввалро хатм кардам, вале ҳеҷ орзуи ҳамин филология, ҳамин суханвариву кор бо ин шоирон аз дили ман берун намерафт. ва як 2-3 соле кор кардам дар Хуҷанд баъд аз хатми донишгоҳ ва ба риштаи ҳамин филология донишгоҳи давлатии Хуҷанд дохил шудам. худоро шукр хатм кардам. дар марҳилаи ҳимояи кори илмиам ҳастам, агар худованд насиб карда бошад. беҳтарин. аз замони мактабиятон чӣ чиз рӯшан дар ёдатон ҳаст? чӣ чизи рӯшан? хуб як қиссаи ҷолибе, як ҳодисаи ҷолибе аз замони мактабатон. ростӣ мо дар даврони мактабӣ дарсҳоро дар баробари ин ки бисёр хуб мехондам, бачаи шухе ҳам будам. ҳанӯзам баъзе аз устодон гоҳ вақте ки мебинанд ё ки наворҳоро ё ки имрӯза чиморо як табассуме мекунанд, мегӯянд ҳеҷ бовар намекунем ки ҳамон одинаефе ки мо мешинохтем имрӯз ҳамон одам бошад ё ки ҳатто ҳамсинфонамон. ин чиҳо ҳаст. бисёр лаҳзаҳое буданд ки ҳанӯзам гоҳ бо дӯстон, бо ҳамсинфон вақте ки менишинем онҳоро ёдоварӣ мекунем, чун ин лаҳзаҳо ҳеҷ гоҳ фикр кунам ёду хотироти моро тарк намекунанд. замоне ки шумо ба Хуҷанд дохил шудед, на ман дар синфи ҳафтум мехондам вақте ки падарам вафот карданд. 14 сола будам. ман он гаҳ ба қавли бузургвор Саъдӣ, ман он гаҳ сари тоҷвар доштам ки сар дар канори падар доштам. бисёр давраҳои хубе буд. хуб ин қисмат аст. ҳар яки мо, ҳар касе омад ба дунё аҳли фано хоҳад буд, рафтанӣ ҳастем, меравем. ҳоле ки аз падар ёдовар шудем, аз аҳли оилатон мегӯед ки падар чӣ кора буданд, модар чӣ кора ҳаст? падар он вақтҳо сохти калхозӣ буд. агар ба ёд дошта бошед, дар деҳот сохти калхозӣ буд, ҳамон боқимондаҳои шӯравӣ гӯем. падарам бригадир буданд. худо раҳмати падарам бригадир буданд. хуб модар ҳам дар ҳамон саҳро, ҳама онҷо кор мекардем. мо бачаи деҳот будем. хуб падарам маълумоти олии чӣ надоштанд, техникум хонда буданд, аммо намедонам ҳамин хайёмро тақрибан ҳамаи рубоиёташро аз бар медонистанд, аз ҳофиз, аз мавлоно. яъне ки агар имрӯз мо каме бо шеъру бо сухан як алоқае дорем, ҳамон таъссуроти падар аст. ҳатто ман ёдам аст ҳар меҳмоне ки дар хонаи мо мешуд, вақте ёру дӯстони падарам меомаданд, падар маро маҷбурӣ меоварданд, дар паҳлӯи худ менишонданд. ҳамон суҳбати калонҳоро бояд ман гӯш мекардам. шояд он вақтҳо барои ман сахт буд, намехостам. бисёр дӯст медоштам биравам бо ҳамсолонам футбол бозӣ кунам, як коре кунам, аммо падар маро намегузоштанд. имрӯз мегӯям худо раҳматшон кунад ки чӣ хуб коре карданд ки маро он ҷо ҳамеша бо ҳамроҳи худашон мегирифтанд. агар як аҳли илме меомад, як нафари босаводе меомад, ҳатман маро бародаронам ё ки ягон нафарро мегуфтанд бояд додоро пайдо карда биёред, маро додо мегуфтанд ва маро мешинонанд, мегуфтанд гӯш кун. ман намефаҳмидам, аммо мегуфтанд гӯш кун. бовар мекунед шумо, ман ин рубоиёти Ҳаким Умари Хайёмро ягон таъшро ман аз рӯи китоб ё хондан аз ёд накардам. ҳар чӣ ки агар ман аз рубоиёти Хайём аз ёд донам, ҳамашро аз даҳони падарам аз ёд карда будам. баъд ҳозир ҳамин коре ки
حاضر همین کاری که زمان پدر شما میکردن همین کار میکنن و پدر حاضر کم دیدم. حتی بعضی جا شاهد میشویم که فرزندشون رو وقتی که مهمون میاد دور میکنن که مثلا اینجا صحبتی کلان سالان است. باور کنید من از تجربه که خودم به چشمونم دیدم میگویم که اگر ما مثلا در هر نشستی که داریم فرزندان خود رو نشینانیم اونجا و صحبت کنیم بسیار خوب است. چون دلشور جان میدونید ذهن کودک مثل یک زمین خالی است. ما اونجا هر تخمی که پاشیم یک روز نه یک روز اون حاصل میدهد و خلاص. شاید امروز برای اون کودک اون صحبت جالب نباشد، او رو درک نکند، اما زمان میرسد که همه اینها به کار او میآید، همه آنها برای او منفعت میبخشد. و این خاطر خوب میشود اگر ما در همین صحبت هایی که مثلا در مهمانی که در خانه میشود خوب فرزندان خود رو بیاریم سری دسترخوان نشونیم، خب هیچ مشکلی نیست، باشن صحبت انسان های کلان رو بینن. اما مشکل اینجاست که اکثرا همین صحبت امروز شاید برای چی آنها رو دور میکنن؟ چون همین صحبتی که این انسان های کلان ما خودمون میکنیم در چارچوبه نیست که فرزندان ما بیان. اما باور کنید من این چیز رو به یک اطمینان گفته میتوانم که باید اگر همین کار رو کنیم، حتی میشود گفت که یک همین خیلی مجلس های تشکیل کنیم، یگان نفری که اهل سواد است، یگان معلم، از همین جا مهری کودک نسبت علم و معلم و احترام ما رو وقتی که میبیند پیدا میشود. از زمانی همون دوران خودتون که پدر یعنی با شما در مجلسگاه های و در صحبت ها میشنوندن، از نسل شما باز همین کار همسیفای شما یعنی پدرای همسیفای شما این کار میکردن یا نه؟ شاید که کمتر، یک دو نفر رو میدونم، همین خیلی بود، یک دو نفر میدونم. به فکرتون این عادت، این روش تربیه رو پدر از کسی میراث گرفتن؟ راستی این برای خود من هم کمی گاه معما هست که چرا این کارو میکردن. من فکر میکنم قطعا این چی رو دیده دانسته میکردن، چون این فقط در خانه خودمان هم نبود. حتی وقتی که به مهمانی خانه یگان رفیقانشون میرفتیم، هنوز من صنف دوم یا سوم میخوندم، اینقدر خورده بودم که پایهایم به همون گاز ترمز ماشین وقتی که مرا میگفتن سری چند برای که ماشین بنشین نمیرسید، خودشون مرا در بغل گرفته یاد میدادن و میرفتیم. من در اون همه این صحبت ها در یادم است، می نشستیم. حتی امروزه اون دوستانشون که در قید حیات هستن هر بار که جای واخوریم از اون روزها یاد میکنن که تو هنوز کودک بودی که همراه پدرت در این صحبت های ما شرکت میکردیم، می اومدی. و بعضیشون هم میگوین که ای کاش امروز پدرت میبود و میدید این نوارهای تو رو که مثل همون صحبت میکنی. یعنی که یک معلوماتی اولی مثلا فیلولوژی نداشتن، ولی همین ذوقی که داشتن همیشه در همین صحبت ها. من تنها همین صحبت ها رو در یاد دارم هر جا که می نشستن، که از خیام بود و از حافظ و از اقبال و از مولانا و این صحبت ها بود. در مسئله تربیه که من که بالاتر یادآور شدیم، در مسئله اون که شما خواستید فرزندتون تاجیکستان تحصیل دیده باشد، توجه میکنید که یا اهمیت میدید که تربیه که حاضر میکنن با همه اقتدار و نمیدونم دستاوردهای خوبی که فراهم آورده شده است برای هر یک عائله، باز میبینیم که به تربیگی ها، به ترتیبی ها و چند چیزهای دیگر خیلی نگران میکند. به فکرتون به چه دلیل است اینجا آدم هایم چگونه دیگر تربیه کردن شروع کردن، یا که اگر که تربیه را دیگر شروع کردن پس برای چه فرزندان اونا درست حسابی تربیه ندارن؟ چرا چنین است؟ بار سوال دادید برای خودتان؟ بله، این سوال ها همیشه در ذهنمون میچرخد. شاید ما یک نسل هایی که مثلا بعد از سالهای جنگ و مشکلات بود، همه که مثلا یک قشر اساسی
جمعیت ما به مهاجرت رفت. آنجا بود که مثلا بسیار همون نسل همون دوره به تربیت موندن و تأثیراتش رو ما امروز باز بیشتر میبینیم. به خصوص باور کنید ما اینقدر نسل کهن هم نیستیم، هنوز ما جوانیم، ولی نسبت اون دوره که ما بودیم با جوانهای امروز مقایسه میکنیم، حالا گمان من کمی وزنینتر شده است. خیلی چیزهای میان جوانان میبینی که نمیدونم. با وجود اینکه ملت ما ملتی هست که شاید در هیچ ادبیات به اندازه ادبیات ما اینقدر روی تعلیم و تربیت نکته ها گفته نشده باشد. مشکل در اون است که ما امروز ادبیات رو کمی با چشم دیگر فقط شعر میبینیم. ادبیات فقط شعر نیست دلشاد جان. ادبیات هر یک این مصرع ها من گمان میکنم که اینها یک داروهایی هستند. داروهایی هستند برای هر یک از این بیماری هایی که امروز مثلا در میان ما جوانان هست، برای اینها یک دوایی هستند. باور کنید اینها بهترین راهکارهایی هستند که اگر ما روی آنها اندیشه کنیم، به آنها عمل کنیم، از این بیماری ها رهایی مییابیم. ولی متاسفانه ما ادبیات رو با دیگر چشم نگاه کردیم. فقط گویا در یک ترجمه حال، در یک شعر، این بزرگان یعنی پند رو، اون دارو رو در قالب شعر برای ما گفتن. ما باید این رو خوب درک کنیم. شاید خوب نمیفهمانند ما رو، یک مشکل است که نمیدونم. این داروها برای جوانان ما نرسیده ایستادن یا که جوانان نخورده ایستادن، نمیدونم. اگر ما رو به این بیاریم قطعا فکر میکنم نجات مییابیم. این راهی که رفته ایستادن جوانان ما که بسیار عاقبت خوب هم ندارد، اگر ما رو به همین بزرگان خود بیاریم امیدوارم که نجات مییابیم. با فکرتان این جوانهایی که خواهش چنین داروهای برای خودشان فایده بخش خوردن نیستند، ما اونا را چخیل وادار میکنیم که از این دواها بخورند به قول و رشد یابند؟ با کدام راه ها این کار کرده میتونیم؟ برای این دوستان گمان میکنم که باید شخصانی که مسئول هستند، چون حالا اگر شما یک جوانی که امروز از این چی بیخبر است، بزرگی هم میگوید که مرغی که خبر ندارد از آب زلال منقار به آب شور دارد همه حال. آن مرغی که مثلا آب زلال رو نخورده است همیشه همون آب شور رو میخورد، میگوید این بهترین آب است. اما اگر ما یک جرعه آب زلال رو به آن مرغ چشانیم، او دیگر هرگز سمت آن آب شور نمیرود، چون میگوید آب زلال اینجاست. شاید باید کسانی پیدا شود، معلمان یا که نمیدونم همین کانتنت هایی که با همین کارها کار میکنن، با همین سمت روانه شدن، اگر آیسته آیسته ناامید نشده همین کار رو ادامه دهند، شاید یک جوانه، چون گاه هم شود یک نواری رو که ما میبینیم که در همون وقت بسیار به حالت ما موافقت میکند. شاید ما شعر رو دوست نمیداریم، ناگهان همون یک رولی که کوتاه پیش نظر ما میآید میبینیم که بسیار به حال ما موافقت میکند. همین گونه چیزها شاید آیسته آیسته سبب شود همین آدم به این سمت کشیده شود. یعنی این کارها رو بیشتر کنند. باید شر نداشت. شاید هر نمیدونم اقلا در همین کانتنت هایی که مثلا تربیوی و ادبی و عایدی ادبیاتی ما گذشتگانی ما هستن، برای ملت ما شاید اگر 200 همین گونه کانتنت باشد شاید باز هم کمی کند. اما متاسفانه ما میبینیم خیلی کم است. یک کانتنت های عمل میکنند که به جای اینکه اون دارو رو به جوانی ما دهد، به جای دارو زهر میدهد. یک چیزی میدهند که تماما ذوق و شوق و اون تربیه جوانان ما رو به سمت برده ایستادن که این راه که تو میروی به ترکستان است میگن حضرت مولانا. بله، برای منم جالب است که هرچند برای اونا انتخاب گذاشته شده است که کدام دارو را انتخاب کنند، ولی اکثریت زیاد میروند به همون دنبال همون راه یا روش یا حتی گیم اگر به طور رمزی دارو یا حبی که همون برای چند لحظه اینه کیفیت و حال هوای خوششان است و این طرف کم میآیند.
برای این چرا برای این جوانها انتخاب چنین چیزها خیلی مشکل شده است و اصلا نمیخواهند که به این راه بروند؟ ببینید، همین انسان همیشه آسانی رو میجوید. انسان همیشه اون چیز رو میجوید که وقتی او رو خوش کند. حالا مثلا بر فرض نوارهایی که ما میکنیم شاید 30 40 50 دقیقه کم انسانی پیدا میشود که بیاد سری آن نشیند و اون سخنها رو گوش کند. من مثلا شخصا من خود رو در نظر ندارم، هر نواری تربیوی، هر نواری که آموزشی باشد، ولی کسی که میخواهد رشد کند باید این سختی ها رو خوب طاقت کند، صبر کند، چون این راه رشد راه آسان نیست. باید این سختی ها رو شما سپری کنیم. جوانانی که به این سمت نمی آیند، من فکر میکنم آنها هنوز یک هدف مشخصی در زندگی ندارن، هنوز نزد پیش خودشون یک هدفی کنکریتی نگذاشتن که باید من به اینجا روم. برای به اینجا رسیدن ما نمیتوانیم با مسخره و با مزاح و با یک چیزهایی که اصلا پوچ هستن به اینجا رسیم. برای این باید ما کمی همون سمتی که برای ما لازم است کتاب خونیم، مطالعه داشته باشیم، خب درس‌های آنلاینی مثلا گوش کنیم. یوتیوب، اینترنت پر هست از این چیزها. هر کسی اگر بخواهد، امروز مثل زمانی پیش نیست، هر چیزی که شما خواهید میتونید پیدا کنید برای رشد خودتان. درست است. من میکنم اونها یک هدفی دقیق ندارن. از صفحه فیسبوکتون دیدم که تنها در گیمناز احیای معنویت کار میکنید. میگوید که به حیث کی؟ کار میکردم دقیقاً، چون بعد رباط تایید بود و من گفتم بله درست است. چون بعد از همون سال 2021 که من به فدراسیون روسیه آمدم، شاید دیگر فرصت نشد که من صحیفه‌ام رو بعضی معلومات رو عوض کنم. قبلا اونجا کار میکردم به حیث خوب جانشین دیرکتور آیدی تربیه، یک مدت اونجا کار کرده بودیم. یادش بخیر. بسیار لحظه‌ای هستن که حتی وقتی که به یاد آنها میافتم موی بدنم سیخ میشود به تعبیر خودمان، چون کسب آموزگاری برای من کسب نیست، عشق است. من باور کنید حتی در خوابهایم من میبینم آموزگاری رو. بعضا اینقدر به شوق، یکی از سبب‌هایی که من این کانتنت خود رو ادامه میدم همین است، چون وقتی که میبینم که مثلا بله موقتا در این کسب من دور هستم، باید یک کاری کنم، باید اون چیزی که میخونم به دیگران بدهم. به این خاطر مثلا بهترین راه امروز همین اینترنت، یوتیوب است که خب شرح مثنوی و دیگر بعضی آثار بزرگان رو ما دوام میدهیم. خب اما آموزگاری، من گمان میکنم خداوند رو برای آموزگاری آفریده است. بهترین. در مورد کانالتان گفتیم، چند سال است که صفحه یوتیوبی دارید با نام پندنامه و پیروان زیاد هم. چه چیز شما رو به این سمت آورد و چرا محض در بخش ادبیات؟ سبب اصلی که مرا به این سمت آورد یک عادت شاید گویم، یک خصلت شاید گویم، خطا نکنم. وقتی که من یک شعر رو میخونم، اون حلاوتی که خودم میبرم خیلی دوست میدارم که هر کس نزد من باشد همون رو تقسیم کنم و او رسانم. من این کارها رو هنوز سالهای 2010-11 شروع کرده بودم، اما اون وقت یوتیوب مثلا این چیزها رو نمیدونستم یا که نوار کردن. اون وقت فرمت کاری من کمی دیگر بود. در ادنا کلاسنیک و فیسبوک یک گروه‌های داشتم، دنیای پند و حکمت بود. یگان قصه خوب رو در یک کتاب میخوندم، یگان جمله خوب رو وقتی که میخوندم همون رو میگرفتم، خوب مینوشتم با زبان ساده‌تر و با یگان عکس میگذاشتم در ادنا کلاسنیک در فیسبوک. بعد آیسته آیسته آمدم بعضی مصرع‌های خوب رو در روی یگان صورت با فتوشاپ درست میکردم و میگذاشتم. یعنی که همین کارها رو اون دوره‌ها میکردم. یک واقعه همون سال 2012 یا 13 شد که مرا بیشتر به این کار دلگرم کرد. اگر وقتی ما لیمیت نداشته باشد من این رو گویم. مرحمت. یک قصه گذاشتم در ادنا کلاسنیکی. قصه این گونه بود. یک مرد سال چند؟ سال 2012
حالا من هنوز هم میخوام همون انسان، حالا ما میگویم هنوز هم میخوام با همون انسان یک بار دیگر صحبت کنم که نمیدونم شاید امروز ما رو میشنود نمیشنود اون انسان. من یک قصه رو در کدام نمیدونم گروه سایتی فارسی بود یا کتابی فارسی بود گرفتم یافتم و با خط کریلی او رو برگردان کردم و گذاشته بودم. قصه این بود: یک مرد زنش وفات میکند و یک دخترچه از اون زن داشت. وقتی که زنش وفات میکند کمی این مرد شکسته دل میشود. اندکی نمیگذرد دیگر خب این فرزند رو چگونه تربیت کند، خودش بی مادر یتیم موند. در بین 1 ماه یا 2 ماه میگذرد که دخترش هم وفات میکند. دیگر این مرد اینقدر دل سرد میشود از حیات که خانگی میشود. اصلا نه کار میرفت، نه با کسی صحبت میکرد، نه چیزی میخورد، مثل یک دیوانه فقط در تاریکی مینشست گریه میکرد. دوستانش، خیش و اقربا اینقدر او رو نصیحت میکردن، میخواستن او رو به حیات دوباره برگردانن، او هیچ گوش نمیکرد. یک شب در عالم رویا در خواب میبیند که یک صحرای بزرگی هست و دخترهایی که همسین سال دختری او هستند همه با لباسهای سفید، همون فتح کودکانه که ما میگوییم در تنشون، در دستهاشون شمع در یک پیراه میروند و دو طرف این پیراه رو لو یک زمینه که گیل هست، هر کس داخل آن رود نمیتواند برآمدن، تشکیل کرده است. یک دخترچه در داخل این گیل افتاده است و گریه دارد، شمعش هم مرده، نمیتواند همراه این دوگانه هایش رود. این مرد این صحنه رو میبیند، بسیار دردش میکند و میخواهد این کودک را کمک کند و دستی او رو میگیرد، میخواهد او رو به اینها پیوندد. میبیند دختری خودش هست. میگوید فرزندم تو چرا با دوگانه هایت نیستی؟ چرا تو داخل این گیل افتاده، شمعت مرده؟ میگوید پدرجان این نتیجه همون ناشکری و گریه های شما هست که من به این حال روز گرفتارم. مرد وقتی این حال رو میبیند از خواب بیدار میشود در یک حالتی که پر از اضطراب. همون شب گریه میکند، توبه میکند، میگن من این کار رو نباید کنم. فردا صبح میخیزد، سر و ریش خود رو تازه میکند، صبحانه میخورد، بگفتی هیچ کس میبرد در پی کار میشود. همه ای اقربا، خیش و دوستان حیران این چی کار کرد. بعد وقتی از او پرسان میشن میگوید که من همین خواب دیدم، این طور شد. من همین قصه رو خواندم، نوشتم، ساده کردم، او رو گذاشتم. دلشاد جان باور میکنید رسا 20 روز یا که 1 ماه از این واقعه نگذشته بود. یک روز یک نفر در همون ادنکلاس که رقم های تلفن هم بود، یک رقم بیگانه به من زنگ میزند. یک مرد پشتی تلفن به اسم میگیرید. من ترسیدم، اول گفتم خب من شما رو نمیشناسم، چی شد؟ اقلا سببش رو. او گریه کرد، گفت برادر عزیز تو میدونی که اون قصه که تو گذاشتی عین حیات من است. من نمیدونم، گفت این قصه از کجا تو گذاشتی؟ همون برادر اگر اشتباه نکنم ناحیه شهر استرافشان یا شهرستان ولایت سوخت گفته بود همون سال 2012. گفت من عین همین واقعه بر سر من اومد. همسرم گذشت، چند پیش دخترچم وفات کرد و من خانه نشین بودم. یک روز گفت همین یک خیشم اومد همین قصه رو برای من نشان داد، خواند و من باز گرفتم خودم همین رو خواندم و گفتم که این حیات من است. من دوباره به زندگی برگشتم. من دوباره میخواهم به خاطر همون خاطراتی که با همسرم با دخترم داشتم حیاتم رو ادامه دهم و گفت من شکر میکنم و از من بسیار تشکر کرد و چندین مدت هم او با من در تماس بود، زنگ میزد، فقط منتداری میکرد. باور میکنید همین واقعه به من یک نیروی داد. من گفتم خدایا 1000 شکر یک نوشته من یک انسان رو از یک حالت رها کرد، او رو نجات داد. من این کار رو دوام دادم، اومدم تا به سال 2016 17 با دلاور سفرف ما همکاری میکردم. بعضی قصه ها رو با دلاور، مثلا من خودم نوار نمیکردم، ما صحبت میکردیم، همین چی بود. بعد دلاور هم چند بار من گفت باید تو خودت هم این کارو کنی، اما من هیچ خودم رو یک انسانی که پشتی کامرا باشد نمیدیدم. من میگفتم من نه طرز صحبت کردن میتونم، نه سیمای تلویزیونی دارم، به قول من شایسته این کار نیستم. ولی با تشویق دوستان اویلا این چیزها آهسته آهسته من فقط اودیو آماده میکردم.
یعنی قصه ها رو نقل میکردم، فقط آواز، رسمی خودم رو نمیگذاشتم، یگان طبیعت، یگان چیزهای، عکسهای با همون قصه موافق. و همین کانال رو سال 2016 اگر اشتباه نکنم کشادم، به خاطر نه اینکه من یک کاری در این یوتیوب کنم، برای اینکه میگذاشتم همون سیلک رو استفاده میکردم. با یک دوستمون این کارو کردیم که بسیار مرا کمک کرد از اون دوستم. بعد آیسته آیسته آمد کار به جای رسید که بعضی نوارها رو دیگر خودم رو نشان دادم. یعنی پشت کامera پیدا شدیم و یک روزی مبارکه که 30 سپتامبر دقیقاً یادم است 2019 روز مولانا، روز تولد حضرت مولانا هست. 30 سپتامبر 2019 از کار آمدم در خانه، همین طور یک الهام شد و گفتم بیا به مناسبت روز مولانا اولین قصه مثنوی رو نقل کردم. همین طور تلفنم رو گذاشتم، همون قصه رو ثبت کردم گذاشتم. خب چند از دوستان شاید امروز در همین میان ابونه‌های ما باشن، خواهش کردن که قصه دوم مثنوی رو بسیار خوب است همون رو بگو. خب قصه دوم رو ثبت کردم، گفتن سوم رو ثبت کردم. همین طور بینقشه کار ما رفت و خدا را هزار سپاس، هزار شکر، امروز به جای رفت که ما 28,000 نمیدونم صد و چند ابونه‌چی و تنها در مثنوی نزدیک 160 نوار اطراف مثنوی معنوی و دیگر اونجا مثلا قطره از بحر داریم و دیگر برنامه ها و چی ها هستن. کار به اینجا آمد که من خودم هیچ تصور نمیکردم. خدا رو هزار شکر. در اکثر نوارهایتان اهمیت دادم که پشت شما اسباب نوازندگی سینتزاتور میسد و حالی در صحبت ما هم حالی هست. آن رو نواخته میتوانید یا همچون برای دکوراسیون دکور است؟ راستی نمیتوانم، کم خیلی، اما دوست میدارم. من از همون خیلی شاید گویم از کودکی یک شوق، یک ذوق به موسیقی دارم، به خصوص مثلا رباب، دوتار، بعد گیتار و همین سینتزاتور یا که همون پیانین. بله به حد من به همین چیز یک ذوقی دارم. من نه این برای اینکه در صحنه، شاید برای بعضی حالت‌هایی که انسان مثلا میخواهد خودش باشد، خدایش یک تنهایی. من این حالت‌ها رو بسیار به من دست میدهد، از اونجا که حالا نمیتوانم، در پی آموزش هستم، میخوام این رو آموزم. بعد وقتی که یک حالت‌های میآید معمولا میرم لب یگان آبی که اگر باشد یا یگان طبیعت یا که تنهایی، همون یک کیفیتی دارد. اما فکر میکنم با این دو چندان میشود. میخوام آموزم. بهترین و شما برار میخوام برای این کار. سپاس. شما گفتید که بسیارتر و صد و چندمین نشر مثنوی را کرده ایستادید. بغیر این میگید که باز کدام کتاب ها را میخونید شما؟ ولی آخران کتابی که حالی خوانده ایستادید چی کتاب است؟ همین روز کتابی 100 سال تنهایی رو شروع کردم. گابریل گارسیا مارکز، هم تاجیکش هم روسیش رو، تاجیکش رو همین وقتی گفتم از تاجیکستان آمدم آورده بودم و امروز روسیش رو خریدم. مثلا 10 صفحه تاجیکش رو میخونم، باز روسیش رو میخونم. همینطور همین روز او رو شروع کردم. پیش از برای چی دو زبان؟ برای چی؟ چون مثلا یک بار میخواهم هم با زبان روسی خوبتر مسلط شوم، چون وقتی که هر یک زبان رو ما می‌آموزیم قطعا یک دروازه نوی برای ما باز می‌شود. چون ما چی خواهیم چی نخواهیم، برای اینکه ما به ادبیات جهان بیشتر آگاهی پیدا کنیم باید دیگر زبان‌ها رو هم دانیم. از زبان روسی برای ما این امکانیت رو بیشتر می‌دهد. شاید اکثر کتاب‌هایی که امروز در دنیا مثلا نشر می‌شوند یک مدتی بعد با زبان روسی حتما آنها ترجمه می‌شوند. به این خاطر وقت‌های آخر بیشتر کتاب‌های روسی رو هم مطالعه می‌کنم. امروز همین کتاب رو شروع کردم، اما قبل از این یک کتابی که بسیار برای من پسند بود، بالشای پند ایمالینکی تراکان، هفته پیش این رو تمام کردم. خیلی یک کتابی برایم پسند بود، توصیه می‌دیم. از این گونه کتاب‌ها شما همین گونه نوار آماده میکنید یا کردید یا نیت هست؟ نیت هست، چون این کتاب رو راستی وقتی که خوندم به نهایت من خب شیفته این کتاب شدم.
نقشه های دارم برای این کتاب که شاید چطوری که همین بعضی از من بسیار همون شرحایی که زیر ویدیو هم می‌نویسن همین اونها رو میخونم به نظر میگیرم. اونجا بسیار بیننده های ما قید میکنن که خب یک منتداری میکنن که مثلا ما شاید در یک شرایطی هستیم که کتاب دسترسی ما نیست یا که کتاب هم دسترس باشد وقت نمییابیم یا که اگر وقت هم یابیم به اون طوری که باید باشد نمیفهمیم. من میخوام از همین طریق یک منفعت به هموطنان عزیزم به همان بینندگان عزیز رسانیم که خوب همین رو ساده تر میکنیم. شاید برای اون کسانی که اهل علمن این کاری ما یک کاری بیهوده باشه یا که چون هست بعضی نفران می نویسن که بسیار شف میگوید همون رو خوب کوتاه‌تر کن، ولی یک چیز پیشی من رو همیشه میگیرد که اگر ما او رو کوتاه‌تر کنیم خوب چند درصدی هنوز هم کسایی هستن که میگن ما اصلا نمیفهمیم تو چی میگویی. حالا باز اگر مرکب تر صحبت کنیم که دیگر اینش هم به این خاطر اون کسی که خودش میفهمد او خودش نیاز به ما ندارد میرن مطالعه میکنن. شاید کانتنتی ما برای کسایی هست که نمیگویم نمیفهمن، برای کسانی که یعنی که یک ذوقی دارن شاید فرصت ندارن یک امکانیت های کمتر است میخوایم همین آثار بزرگان رو چی ادبیاتی خودمون چی ادبیاتی جهان نقشه های زیاد داریم. باور کنید اگر خداوند به ما فرصت دهد عمر وفا کند بسیار نقشه ها روی این کارها داریم که میخوایم در همین جاده خدمت های کنیم برای خلق عزیز. بهترین. بالاتر یادآور شدید که با دلوار سفروف دوستی پیدا کردید و بعضی مصلحت‌های چیزا رو میکردید. چگونه با این نفر دوست شدید و با نام رحیمی غرمی چگونه دوستی پیدا کردید شما؟ حالا شما این معلومات ها رو از کجا میدونید؟ خب دلوار رو که من خودم گفتم. بله با دلوار سفروف ما در همون از همون سالهای 2005 اگر دانشجو شده باشیم شاید همون 2006 5 6 الکی ما دوست بودیم همراه در خوجند وقتی که تحصیل میکردیم چون ما همسال هستیم. همون سالها ما با هم رشته دوستی ما پیوند شد و خدا رو شکر تا هنوز ادامه دارد. خب با این نفر دومی عبدالرحیم باباجانوف هم در همین فدراسیون روسیه اینا هم با توفیل اول کو فضل و مرحمت خداوند و با توفیل حضرت مولانا جلال الدین بلخی چون تمام امروز من دوستانی که دارم ما رو یک چیز پیوند میکند حضرت مولانا کتاب مثنوی و همین بزرگانمون. باور کنید اون کسا همین کتاب رو میخونند. بله اون آدم هم من راستی قبلا فکر نمیکردم اما وقتی که هم صحبت شدیم دوستی پیدا کردیم دیدم که بله خیلی چخیل شدیم. راستی اینها در همون زمانی آن چیزی که من از زبان خودشان فهمیدم همون زمانی پاندمی که همه جاها بسته بود مردم اکثرا خانه نشین شدن در همون وقتا که من اون وقتا الکی نوار میکردم با یعنی خودمون برآمده نوار میکردیم نوارهای ما رو میدیدن و یک وقت تاجیکستان میرن و میخوان که همونجا با من هم صحبت شون که من همون وقت روسیه آمده بودم در مهاجرت بودم. مثل فیلم ها شد بله اینها رفتن ما آمدیم بعد رقم های ما رو پیدا کردن زنگ زدن صحبت کردیم. وقتی که بر روسیه اونها آمدن ما در مسکو وا خوردیم و دوستی ما خدا رو شکر آنجا شروع شد تا به امروز ادامه دارد. بسیار خوشحالم هستم که خداوند چنین انسان های شریف را با ما خب روبرو میکند که خب گفتم ما شاید مهاجرت همین است یک چی رو باید ما یادآور کنیم که ما وقتی که خواهیم اگر یک چی رو به دست آوریم باید چیزی بدهیم. اگر ما امروز خب طعمی در وطن بودن رو نمیچشیم دوری خیلی سخت است از خانواده از چی، ولی وقتی که یک چیزی دیگر رو میخوای به دست بیاری باید بعضی چیزها رو از بهرش گذاری بعضی چیزها رو خب از دست دهی. این قانون حیات است. ولی ما اینجا که اومدیم خدا رو شکر هزاران دوست چی در وطن چی در تاجیکستان باور کنید با یک انسان هایی که خوب میآیند با شما دوستی میکنن که از تو چیزی طلب ندارن فقط به خاطر حضرت مولانا و مثنوی است. این برای من یک انرژی یک خوب ذوق دیگر میده که من باید این کار رو بیشتر دوام دهم. حتی مثلا از جمهوری تاجیکان ازبکستان
بسیار زنگ میزنن مینداری میکنن میگن مثلا ما اویلوی برنامه ها رو میبینیم یا که در مکتب حتی بعضیشون میگوید که معلم 15 دقیقه بعضی نوارها رو میگذارد برنامه رو برای همون آغازی درس برای اینکه همین زبان تاجیکی رو گم نکنن گوش میکنیم بعد درس رو یا که بعضی مهاجران زنگ میزنن مینداری میکنن که ما فرزندانمون که مکتب روسی میخونن خب اویلوی همین برنامه ها رو میبینیم که زبان رو حفظ کنیم. این خودش میدونید برای من یک دولتی کلان است. ولی شاید من در کانال های ما و شما از سببی که بیننده های کمتر دارن خودتون این رو میدونید. درست است. بله. ما شخصا من اگر حاضر گویم که در همین مدت 2000 اگر 18 و 19 رسما در یوتیوب کار رو شروع کردم تا تقریبا 5 سال شد گویم من در مدت 5 سال شاید $500 از یوتیوب کار کردم. شما اگر این رو حساب کنید یک دستگاه ما یا که پول اینترنت ما البته از این بیشتر است، یعنی از خراجات ما با این هیچ درست نمیگیرد. ولی خدا رو من هزار شکر میکنم که خداوند در برابر این برای من انسان های رو دوست های رو کسانی رو پیش روی ما گذاشته است که ارزش آنها نمیشود با پول با چیز آنها رو گفت. بله. این خدا این چیزا رو برای ما داد. بهترین قسمت آخری صحبتمون است، نام دارد چند حوادث امروز و سوالها از حادثه هایی که اینجا هست. خبرهای تاجیکستان رو پیگیری میکنه؟ راستی من کمتر اینقدر اهل خبر رو چی نیستم. برای چی؟ سببش رو گویم. خب وقتی که در دنیا بسیار چیزها میگذرد، مثلا امروز برای همه آشکار است در تمام گوشه و کنار دنیا جنگ ها هست چی ها هست. خب وقتی که انسان اگر زیاد روی اینها فکر کند گوش کند پیگیری کند باور کنید وجود انسان رو یک ناآرامی فرا میگیرد. اینها با غم خوردن ما با فکر کردن ما با یک چیزهایی که ما به ناآرامی که ما میکنیم هیچ تغییرات ما در این چیزها نمیتوانیم کرد، یعنی که ما نمیتوانیم روی اینها مستقیما یک کاری کنیم. به این خاطر وقتی که انسان بیشتر این خبرها رو گوش میکند برای خودش یک ناآرامی میگیرد. باور میکنید من به یاد ندارم که یک اخبار رو خوانده باشم یا گوش کرده باشم. من کوشش میکنم از این چیزا دور باشم. برای تو اینکه رفته یک خبر رو گوش کنم یک چیز رو خوانم خبرایی که روزمره هستن اگر یک مصرع از مثنوی خوانم یک کیفیتی بیشتر میگیرم. بهترین مناسبت هایی که با مهاجران میکنند و هر موسم یک قانون نو پیدا میشود به فکرتان به چی دلیل است؟ خب دلیل‌هاش زیاد بوده میتواند. اصلا این واقعه بعد از همون واقعاتی که ماه مارت در مسکو شده گذشت این چیزها بیشتر زیاد شد و روز تا روز به فکرم زیاد هم میشود. ما در اینجا نمیتونیم کی را عیبدار گوییم. خب فقط یک چیز را گفته میتوانم، هر یک انسان وقتی که خارج از کشور میشود به یک جای سفر میکند یک چیز را باید در پیش نظرش داشته باشد. فرق نمیکند. خب 1 میلیون تاجیک اگر ما به یک کشور مهاجرت کنیم فراموش نکنیم که ما 1 میلیون سفیر تاجیکستان در مثلا قلمرو فلان دولت هستیم. یعنی که از روی ما مردم ما رو خلق ما رو وطن ما رو بها میدهند. نباید یک کاری کنیم که نسبت ملت و وطن دیگر خلق ها بدبین شوند. کوشش کنیم با خلق و اطوار خوب با رفتار شایسته با یک کارهای خوبمون نماینده خوبی تاجیکستان در دنیا باشیم نوابسته کدام کشور. برزمی همین قدر سوالی که ما اینجا برای شما دادیم و صحبت کردیم من چیزی که من نپرسیدم ولی شما سخت میخواستین که اطرافش حتما صحبت کنیم یا گپ زنیم. راستی من شما رو وقتی که دعوت کردید من اول از شما خواهش کردم که قبلا اقلا با سوالها مرا آشنا کنید، لیکن شما گفتید که طرز گذراندن برنامه ما این است که باید آگاه نباشید. بله. تو حاضر که ما شما گفتید به پایان رسیدید نمیدونم. من وقتی که هر دو سر صحبت نشستیم چطور گویم اصلا من نمیدونستم آیدی چی صحبت میکنیم.
خیلی یک چیزهای غیر انتظاری بله بودن، چیزهایی که شاید من فکر میکردم، اما یک چی خوبتر شد که بیشتر روی همین صحبت های کتاب و ادبیات و این چیزا شد. این چیزی که من انتظار داشتم همین بود. میخوام بیشتر صحبت هر جا که باشیم صحبت همین باشد. بهترین. یک سوال با من. یک سوال با شما؟ بله. خب با کانتنت ما آشنایی دارید؟ بله. اون رو چگونه دریافتید؟ خب این سوالی من و چرا برای مصاحبه دعوت کردید؟ ببینید من وقتی که بعضی از کانتنت های شما را دیدم و دیدم که شماره آبونچی شما با 20,000 است و گفتم که این برای من یک دستاورد خیلی بزرگ است. برای مثال دوست و برادر ما اکای دلیل شریف که کتابخوانشون هم میکنن و اونها هم تقریبا همین مقداری که شما دارید یا که شاید کمتر زیادتر اودیتور دارن و با کدام دلیل گفتم که هست میان ما بود است جوان ها آنهایی که تماشابینی پند و اندرز و یک دنیا معنی هستند، بخصوص مثنوی معنوی که فهمیدن اون برای خلق ما کمک دشوار است و اینکه شما محبت کرده این کار میفهمونید ساده کرده به قدر امکان. این برای من یک چی میگن یک حادثه خیلی غیر عادی تافت و گفتم که این برادر حتما باید دعوت کنیم و من گفتم که حتما دعوت میکنیم و خیلی خرسندم که شما دعوت ما را پذیرفتین و اینا باید قدر صحبت کردیم. دلشاد جان یک نکته دیگر رو قید کنیم. راستی حالا که مثلا بینندگان آبونچی ما دقیق ترش گویم اگر به 28,100 چند نفر رسیدند تا به امروز، میدونید من این توصیه رو برای تمام اون نفرانی که در همین کانتنتی تربیه و خوب یک نکته های علمی و من از جمله خودی شما این توصیه رو میخواهم بگویم، چون شاید ما پیشتر شروع کردیم و این چیزها رو گذاشتیم. بسیار سخت بود اون روزها. مثلا روزهای هنوز یادم است وقتی که آغاز کار بودن بعضی یار و دوستانم میگفتن باور کن تو دیوانه شدی از اینکه میروی پشتی نوار مینشینی و یک کامera میشینی یک گپی میگی برای یک کاری کن یک پول درآمد کن. خوب بعضی مرا دل سرد میکرد این سخنها، اما میگفتم نه باید این کارو کنم، باید این کارو کنم. خوب رفت کار به جای رسید وقتی که 1000 2000 این چه ها میشد، بیننده ها ما هم کم بود. من یک چیز رو پیش خودم همیشه گذاشتم، گفتم که اگر در مکتب من چون خودم که وقتی درس میدادم من یک نکته رو گویم، خوب زیاد در یک صنف میتواند 20 خواننده باشد، درست؟ همون 20 خواننده هم از روی ذوق همه گوش نمیکنن، شاید بعضی ها مجبوری اومدن، شاید بعضی خیال خودش است. بله اون در دنیای خودش است. شاید در همون از همون 20 نفر 5 نفر تو رو صدقاً گوش میکنند. 5 نفر 45 دقیقه 50 دقیقه تو خون جگر میخوری صحبت میکنی، 5 نفر شاید تو رو صدقاً گوش میکنند. به خودم میگفتم که 100 نفر 100 پرسموتر 100 بیننده این برای من خیلی هست. این برای بله یا که 100 کامنت. وقتی که آمد آهسته به حد رسید که امروز مثلا 28,000 و زیادتر ابونچی داریم، نوارهایمون بعضا مثلا از 2 3 5 10 هزار میگیرن. من تصور میکنم خودم رو با این آرام میکنم، میگم تصور کنم در یک خوب ورزشگاهی هستم، من همین 40 دقیقه برآمد دارم، 2000 یا که 5000 یا 10,000 آدم مرا گوش دارد. شما میدونید بیننده های ما رو هیچ کس مجبور نمیکند بیاد پای خوب یوتیوب بنشیند. 40 دقیقه برنامه ما کم هم نیستن، از همین سر میشود از 20 تا 50 دقیقه 30 40 50 20 دقیقه بشیند مرا گوش کند. او رو هیچ کسی مجبور نکرده است، یعنی و با همون خواهش خودش می آید می نشیند گوش میکند و یک لذت میبرد. این ارزشش خیلی
200 مرد جنگی به از 100,000 چنانه که بزرگوار فردوسی میگویند همین است برای من. به این خاطر نباید ما بگذار 10 بیننده بگذار 100 بیننده. من همیشه با خودم میگم اقلا یک نفر ما رو اگر گوش کنند من این کارو به خواست خداوند ادامه میدهیم که این کاری نیست که ما شرم داریم، ما یک کاری بد نکردیم، ما آثار گذشتگانمون رو که دنیا به آنها فخر میکرد، دنیا امروز خوب آرزو میکند که مثلا مثل مولانا کسی را داشته باشن یا که سعدی یا حافظ یا که رودکی و فردوسی. ما این بزرگان را داریم. من خدا را هزار بار شاکرم که خداوند مرا تاجیک آفریده است. من این زبان رو بهش ترجمه نمیفهمم. این جای شکر دارد. چرا من این رو باید تبلیغ نکنم؟ چرا باید ما این رو به جوانان، به همسین و سالان خودم نرسانم که ای خلق عزیزم ما این گونه بزرگان داریم، ما این قنده های داریم که در داخل این کتاب ها خوابن، باید ما اینها رو بخوریم، این داره ها رو بخوریم. این خاطر امیدوارم که این کانتنت شما هم که بسیار مفید است روز به 100,000 و به میلیون ها میرسد. نباید ناامید شویم. نصیب ناامید نیستیم ان شاء الله که بعد این گونه حرفا و موتیواسیون به قولت نمی شود. ما با همین دلیل این کار میکنیم، ولی از اون که آبونچهای ما که کم هستند و شماره 1 تا 2 تا کم شدنشان احساس می شود و میگم که همش خوب است باز میآیند. خلاصه همین گونه است. حرف برای امروز و آینده ملت. خوب پیام برای ملت بزرگمون میخوام این رو گویم که ما یک ملتی بودیم که زمان حرف اولی دنیا رو بزرگان ما میگفتند در تمام جاده های علم و این چیز در خون ما هست. هر کسی که دورمان از اصل خیش بازجوید روزگاری وصل خیش، ما میتوانیم به آنجا برگردیم تنها با راه مطالعه، آموزش، خوب خواندن. و من به تمام جوانان، به تمام هموطنان عزیز این رو گفتنی هستم که رو به کتاب آریم، رو به علم آریم. اگر ما رو به کتاب و علم آریم دوباره به همان جایی که ما بودیم خواهیم رسید و باز زمان خواهد رسید که تاجیک حرف اولی دنیا را خواهد زد. ما به این چی ایمان داریم، اطمینان داریم و آرزوی ما هم همین است. تشکر برای یک صحبت خیلی جالب، مفید، با کارهای شما برار و امیدوارم که به تاجیکستان که آمدید از نزدیک با یک صحبت دوستانه خواهیم کرد. سپاس دلشاد جان، و شما هم تشکر که دعوت کردید. نصیب واخری بعدی ما در کدام ایستگاهی دوشنبه خواهد بود. تشکر به شما، شبتان خوش. خوب رحمت، سلامت باشید. به شما هم شب خوش آرزو مندم. خیر.